دوستان امروز ویدیوی ما درباره تماشن چقدر از تماشا کردن ماشینا در دولت‌های SNG و خاصتا تاجیکستان، روسیه و قزاقستان. برای اینکه سوال‌ها بسیار بود در اینجا، برای اینکه شما حساب کرده تونید کدام ماشین‌ها با چقدر از تماشا کرده میشود، امروز پررگی معلومات درباره راستماشکی ماشین. یا هلا سلام دوستا. چقدر که گفتیم امروز ویدیوی ما درباره راستماشک. ما پلان داشتیم که کمی بعدتر درباره این ویدیو کنیم، لیکن چون سوال ها زیاد شد گرد این موضوع که راستماشکی این ماشین بیاریم چند میشه در تاجیکستان، راستماشکی این ماشین تا قزاقستان برده چند پول میشه، یا بررسی آوردن عموما فلان مدل ماشین کنشت میتوگه چند سوم میفرود. خیلی سوال ها خیلی زیاد شد و در بین سوال های بحث عجایب هم حتما هست که مثلا سوال میتونن که مثلا راستماشکی ماشین چنده. عموما برای اینکه ماشین ها مدل های زیاد دارد، حتی کارگری جمرک هم به شما وقتی سوال دادن به این تیز جواب داده میتونن تا اون پرایس لیست تماما ببینن، برای اینکه مدل های ماشینی که معروف است و مثلا در تمام دنیا میگردد شاید 40-50 نمود مدل ها باشد و همه مدل ها باز هم فرق میکند از باز سال های ماشین، یعنی کدام سال برآمده است و هر مدل های خاص با چند نمود کامپلیتاسیون ها دارن که مثلا 8 سیلندره، 6 سیلندره، 4 سیلندره. بعد از ابیام های ماشین هم در راستماشکی فرق میکند. امروز خاصتا 3 دولت برای شما میگیم، مثلا راستماشکی روسیه، راستماشکی قزاقستان و راستماشکی تاجیکستان. و این چنین در دیگه دولت ها با دیگه دولت ها کسی که میخواهند مثلا ازبکستان و قرقیزستان و دیگه جاها باشد، با اونها نیز مصلحت میدهیم. یکمین راستماشکی تاجیکستان. راستماشکی تاجیکستان برای تاجیکستان ممکن است آوردن از سالهای 2006 ماشین های 2006 بالا، برای اینکه یک دو سه ویدیو برای من رای کردن بچه ها که کدام از اینجا ویدیو کرده است از دبی و گفته است که فقط باید از سال 2010 بالا برده شود، اما در قانون جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری در اینجا آمده است که ما در پایان سلکه های این دکومنت ها رو بعد میگذارم. در اینجا آمده است که از 2006 بالا این بود تا سال 2021 و شاید در سال 2021 در این ماه‌های مرد شاید دیگرگونی داخل شود، بعضی برای چون هر ساله بعضی دیگرگونی ها داخل میشد و شاید 2006 من شده مینیمم از 2007 آوردن اجازه شود، چون ماشین هایی که سالشان از 15 سال بالا هست ممکن نبود وقتی سال 2020 قانون قبول کرده بودن از 2006. دیگه تا این امروز این خبر نامده که از 2006 من کردن یا نه، فکر میکنم تا امروز از 2006 هم ممکن به بردن تاجیکستان. یکم موضوع این بود. دویم موضوع راستماشکی ماشین های در تاجیکستان. راستماشکی که این ماشین ها در تاجیکستان در قانونگذاری جمهوری 40% از نرخنامه دولتی، نه از آن نرخنامه که شما خریدید، 40% آن نرخنامه دولتی که در قانون در پرایس لیست جمهوری گذاشته شده است و این پرایس لیست جمهوری را ما این همچون فایل است، فایل PDF نازل گوش کنید دوستان که بابت سوال نتیه که در کجا است کنی است. این PDF چون در پایان ویدیو گذاشته نمی شود و در ویدیو هم گذاشته نمی شود، ما میگذاریم این PDF فایل در گروپ ما в کانتکت. چون که در دیگه ویدیو دیگه سلکه ها هم میگفتم بسیاری باز سوال میتونن که کجا هست این سلکه ها. در گروپ ما в کانتکت که حسن الدین اتومبیل است و این گروپ ما в کانتکت سلکش در همه ویدیوها در پایان ویدیو شما که شاید پایان ویدیو همون موضوعی که نوشته شده است در پایانش گذارید بینید، در همونجا در تمام ویدیوهای ما و اینچنین در این ویدیو میگذاریم در گروپ در در موقع اجتماعی в کانتکت، در همونجا این
PDF فایل گذاشته می شود که در اونجا به تمام ماشین ها به تمام مدل ها با سالهاشون، چون هر سال ماشین در راستماشکا به تماشا فرق میکند. این بود درباره راستماشکای تاجیکستان. برای همین خواهشمندم وقتی که یگان ماشین نرخنامه‌اش دیده میشتون، وقتی نرخنامه ماشین در دبی فهمیدید، حتما تمام نرخ‌هایی که گفته میشد یا در موقعات دیده میتونید یا ما میگوییم حتما این نرخ‌های ماشین تنها در دبی. بر ضمن این شما حساب میکنید راهگیری یا ترانسپورتیروفکا یا اتپرافکی ماشین تا اون دولتی که بر شما در کره سفر قزاقستان، روسیه، تاجیکستان و در این موضوع هم خاص ویدیوهای ما هست. در این با این چی با این سلکه در اینجا میگذاریم گذاشته میتونید و در اون ویدیو و پررگی نرخنامه ها به تمام دولت های اسنگ داده شده است، ما خبر دادیم. و بر ضمن این اتپرافکی ماشین شما راستماشکی ماشین در اون پرایس لیستی که ما میگذاریم در PDF شما میدارید میبینید که مدل ماشین کدام است، کدام سال است و نرخنامه دولتی چند است. از همون نرخنامه دولتی 40% حساب میکنید. همون 40% همین شما باید پرداخت کنید در جمرک تاجیکستان. این بود موضوع راستماشکی تاجیکستان. راستماشکی روسیه و راستماشکی قزاقستان. دوستان کسایی که به خبر هستند و کمی سمارت هستند و به خبر هستند، کسایی که بسیار کسایی که سوال میتن حتما نمیدونن که سوال میتن، شما میتونید با استرنج که یاندکس در اومدن، گوگل در اومده، شما زنید در پایسکوی که کالکولятор راستماشки авто в Казахстане یا کالکولятор таможенной очистки в России. فرق نداره، همین تقریبا همین جمله ها رو شما وقتی زدید و شما چند سایت ها میبرد که در اونجا کالکولятоری تماشای روسیه هست که در اونجا فکر میکنم با شیسی نامبر ماشین گذاشتن یا ویبر کردن مدل ماشین، نام ماشین و مارک ماشین و کدوم سالش پریزواتش و شما تقریبا راستماشکی چندی هست در روسیه، در قزاقستان برای شما نشون میده در این دو دولت. باز هم بعضی از این سایت هایی که کالکولятор تماشایی هستند ما در پایان ویدیو شاید و هم در گروه ما وکانتاکتی باز هم میگم گروه ما وکانتاکتی در پایان همین ویدیو ها از دوستان. وقتی که با این سایت ها در اومدید و بهترش اگر خواهید چند سایت ها از در گوگل و یاندکس پایس کردید میبرد و در همون کالکولятор شما تماشای خود به مدل ضروری ماشین شما حساب کرده میتونید. افسوس هم امروز در دست ما تماشای ترکمنستان یا تماشای ازبکستان با بعضی دولت ها در دست ما نیست و من فکر میکنم که آنلاین این دولت ها هم نیست برای اینکه ما پایس کرده دیده بودم نبرآمد، چون کاری ما با راستماشکی نیست. کاری ما وقتی ماشین های را رایی میکنیم انسان های زکاسچیک خودشون راستماشکی در دولت خودشون کرده میگیرن. چون سوالا از طرف برادر بسیار شد، خواستم کمی اضافه هم در این موضوع. فکر میکنم به تمامتون این موضوع فهمو شد و باز هم میگم که پرایس لیست تماشای PDF فایل ما گذاشتیم در کانتکت گروه کانتکتی و گروه کانتکتی ما سلک با گروه کانتکتی ما در پایان تمام ویدیوها گذاشته شده است دوستان. دوستان در اینجا بسیار سوال های نوشته بودم چون درباره تماشای و راستماشکی بسیار سوال ها تقریبا از 40 تا زیاد سوال ها شده بود و بسیار سوال ها چه خیلی گفتم سوال های عجایب و که بخندآور، برای اینکه وقتی میگن ماشین چند پول میشه، ماشین چند پول میسته یا ماشین چند پول راستماشکی میشه، خودی که تمام ماشینی همین ماشین ها و تمام نمود ماشین ها باید یک نرخ داشته باشد و این رو بیشتر اونهایی میپرسن که حتما با این چیزا سر کارم ندارن، این چیزا لازم هم نیست. به فکر میکنم برای اینکه کسایی که این چیز ضرور است کمی خبر دارن، کمی معلومات دارن و باید وقتهای نزدیک حرکت کنیم که در دیگه سوال هایی که در پایان تمام ویدیوهای ما داده میشد وقت جدا کنیم و موضوعش جدا کنیم که در کدام موضوع ها بسیار تا سوال ها میشد با اونها جواب دیم. در اینجا دوستان عزیز و گرامی
این نوار به آخر میرسد. خدا آباد خوشحال باشید برار در کار و زندگی شما و با تردید مع السلامه.